خب درس امروز ما راجع به اعداد مختلط، کامپلکس نامبرز، اعداد مختلط. خب برای اینکه بحث طولانی نشه ما بر نمیگردیم به اعداد حقیقی، ببینیم اعداد حقیقی چی بودن، بعد چه قوانینی براشون ما وارد کردیم، چه توافقاتی تو اعداد حقیقی داشتیم. من به اینا دیگه کاری ندارم، مقدمه چینی نمی کنم. اما روی یک موضوع معمولا تو کلاس هام یک مقدار حساس بودم. ببینین معمولا جزوات کلاس های تدریس اعداد مختلط رو با این تعریف شروع میکنن، میگن اعداد مختلط سی خط برابر است با همه x به علاوه i y هایی که x و y متعلق به r و i برابر است با رادیکال منفی 1. اغلب شما جزوات رو نگاه بکنین اعداد مختلط با این تعریف شروع میشه. خب حالا من این تعریف رو میگم یعنی چی. مثلا یک عدد مختلط رو به شکل 1 به علاوه 2i نشون میدیم. i چی هست؟ میگه i رادیکال منفی 1، i رادیکال منفی 1 هست. بعد 1 به علاوه 2i یه عدد مختلطی هست. اعداد مختلط با هم جمع میشن، از هم کم میشن، در هم ضرب میشن، تقسیم میشن. همه اون قوانین و قواعدی که در اعداد حقیقی بود در اعداد مختلط هست. اما من معمولا میام اول یه مقدمه ای میگم، میرسم به این که این i مساوی رادیکال منفی 1 از کجا اومد، اصلا چرا یک عدد مختلط رو ما به این شکل مینویسیم. اینجا میشه آخر درسی که من امروز میدم، یعنی ما به اینجا که رسیدیم جلسه آینده اعداد مختلط شروع میشه. خب این میشه مقدمه درس امروز من. اعداد مختلط، از کجا ایده تشکیل اعداد مختلط به وجود اومد؟ از زمانی که معادلاتی رو ما نتونستیم حل بکنیم. معادلاتی مثل این، فرض کنید x2 به علاوه 1 مساوی با 0، پس x2 برابر است با منفی 1، پس x برابر است با رادیکال منفی 1. ببینین این معلوم نیست برمیگرده به چند سال پیش، 100 سال پیش، 200 سال پیش، یک پیشینه تاریخی برای خودش داره. خب از چه زمانی بشر به اینجا رسید؟ خب ما به اون کاری هم نداریم، موضوع درس ما نیست، اون موضوع درس تاریخ ریاضیات هست. خب اما وقتی که ریاضیدان ها و ریاضیخوان ها رسیدن به x مساوی رادیکال منفی 1 و بسیاری از معادلات رو نمیتونستن حل بکنن، خب بالاخره از یه جایی به بعد به این نتیجه میرسن که این مشکل اگر حل هم نمیشه باید یه جور دور زده بشه، یعنی مشکل رو یا باید حل کرد یا باید اونو دور زد. خب اومدن چیکار کردن؟ با رفت و برگشت های زیاد، یک مسیری رو برن و برگردن، آزمون و خطاهای فراوان، به این نتیجه رسیدن که یک دستگاهی پیشرفته تر، دستگاهی بزرگتر و کاملتر از دستگاه اعداد حقیقی تعریف بکنن. پس ببینین در مجموعه اعداد حقیقی ما میگفتیم که رادیکال منفی 1 تعریف نشده هست. برای این x هایی که متعلق به اعداد حقیقی هستند، درسته؟ وجود ندارد. ما اینطوری میگفتیم. پس مجبور شدن که دستگاه اعداد حقیقی رو ارتقا بدن. دستگاه جدید چی هست؟ دستگاه اعداد مختلط. خب دستگاه اعداد مختلط رو هم ما به این شکل تعریف میکنیم. ببینید شما محوری داریم به نام محور اعداد حقیقی، فرض کنید این باشه x. یک محور رو هم به این شکل تعریف میکنیم، این مثل محور x و y که قبلا ما توی ریاضیات باشون سر و کار داشتیم. خب من اینجا رو پاک میکنم. خب قبلا من یه مقایسه‌ای بکنم برای اینکه بهتر متوجه بشین. در مختصات دکارتی چی میگفتیم ما؟ در مختصات دکارتی میگفتیم اینها محور افقی، محور x، محور عمودی، محور y. اینها هم مقادیر حقیقی بودن، اینها هم مقادیر حقیقی بودن. اما اینجا قرار نیست این اتفاق بیفته. محور افق حقیقی هست اما محور عمود قرار نیست اعداد حقیقی باشن. پس ببینین از الان داریم مقایسه میکنیم. در مختصات دکارتی یه نقطه مانند آ رو می اومدیم میگفتیم این آ، شما از مبدأ ما همه چیز رو با یک مبدأی میسنجیم.
از این مبدأ وقتی میخواستین به نقطه آ برسین چی میگفتین؟ دو روش وجود داشت. یا مستقیما از این مبدأ وصل میکردین به اون نقطه، این رو بهش میگفتین کوتاه‌ترین مسیر، میگفتین اندازه مسیر آ. یا اینکه میگفتین نه، مثل نقشه گنج، از اینجا مثلا 3 واحد رو محور افق حرکت کنین، بعد مثلا 4 واحد به موازات محور ایگرگ حرکت کنین. فرض کنین پس اگر اینجا 3 واحد بود، اینجا 4 واحد، ببینین اینجا 4 واحد. خب این آ رو ما به این شکل نشون میدادیم، میگفتیم آ 3 و 4، یعنی 3 واحد رو محور x، 4 واحد رو محور ایگرگ. قرار هست که الان ما همین کارو بکنیم، یعنی اعداد مختلط رو ما اگر x به علاوه آی ایگرگ می نویسیم، این رو هم به این شکل می نویسیم، x و ایگرگ می نویسیم. اما میخوایم این آی رو ببینیم از کجا ایجاد شد که یک فرق جزئی در ظاهر امر ایجاد میکنه. شباهت ها رو نگاه میکنیم متوجه میشیم. خب پس اینجا هم ما به صورت یک زوج می نوشتیم، اما هر دو عدد حقیقی بودن. خب اگر این رو میخواستیم به شکل جمع یا برداری بنویسیم چه کار میکردیم؟ میگفتیم که اینجا رو فرض میکردیم بردار یکه آی. ببینین بردار یکه آی، اندازه بردار یکه آی چند بود؟ 1 واحد. ببین 1 واحد، وقتی 1 واحد میگیم ممکنه 1 سانتی متر باشه، ممکنه 1 کیلومتر باشه، هر چی باشه. پس 3 یعنی 3 تا آی. پس اینجا میشد چی؟ 3 تا آی. این چی میشد؟ اینجا میشد 4 تا، فرض کنیم بردار واحد رو جی تعریف میکردیم. میومدیم 3 و 4 رو مینوشتیم 3 تا آی به علاوه 4 تا جی. خب این معنیش این نبود که این دوتا رو جمع کنیم 3 به علاوه 4 بشه 7. نه، این فقط یه آدرس بود. یعنی ما در هر نقطه رو در مختصات دکارتی وقتی با یه زوج نشون میدادیم معنیش این بود. مثلا شما اگر عدد 6 رو محور x انتخاب میکردین، چیزش چی بود؟ آدرسش میگفتین از مبدأ مختصات به اندازه 6 واحد حرکت کنین، یعنی 6 تا آی میشه. جی چند تا جی؟ جیش 0 به علاوه 0 تا جی، این میشد خود 6. این آدرس دادن بود. حالا برگردیم اینجا. برای اعداد مختلط هم ما هدفمون این بود که یک جوری تعریف بکنیم که دیگه رادیکال منفی 1 برای ما مشکلی ایجاد نکنه. دیگه x2 به علاوه 1 مساوی با 0 رو نگیم ما براش جواب نداریم. خب ما میخوایم اینطوری حلش کنیم. خب رفتند و اومدن و به این نتیجه رسیدن. ببینین مثل یه آدمیه که یه مسیری روی بالای کوهی رو میخواد بره، بارها و بارها حرکت میکنه، بعد از یه جای به بنبست میخوره، برمیگرده. خب هر بار که میره و برمیگرده ایده های بهتری دستش میاد. مثلا میگه از اون نقطه نباید بریم، از اون نقطه بهتره، از اون نقطه بریم، تا آخرش به قله کوه میرسه. خب این داستان هم همینه، یعنی این آزمون و خطاها انجام شد. بنابراین اومدن به این شکل یه دستگاه جدیدی تعریف کردن، دستگاهی که محور افقش همون محور اعداد حقیقی هست، اما محور عمودیش واقعا هم موهومیه. ببینید ما محور عمودی رو به این شکل تعریف میکنیم. به جای اینکه اونجا میگفتیم 1، میگفتیم 1 2 3، اینجا دیگه همزمان میگیم 0 و 1 و اسمش میذاریم آی. ببینین اونهایی که آزمون و خطا انجام دادن بارها رفتن جلو برگشتن به این نتیجه رسیدن که ما به این شکل شماره گذاری کنیم، 0 و 1 رو بگیریم آی. حالا هنوز نمیدونیم این آی چند میشه. بعدش چند میشه؟ 0 و 2. خب 0 و 2 مینویسیم همون 2 آی هست. 0 و 1 یعنی 1 آی. پس اینجا میشه 2 آی. یا اینطوری مینویسیم یا میگیم 2 آی. یا مینویسیم 0 و 3 یا مینویسیم 3 تا آی الی آخر. ببینین ظاهرش هم نشون میده که این موهومیه. من از قبل بگم که جلوتر شما به این قسمت میگین قسمت حقیقی، چون رو محور x اینو بهش میگن ریل. مثلا z اعداد مختلف رو معمولا اینطوریه که با z نشون میدن. این قسمت رو هم میگن چی؟ ایمیجینری، ایمیج z، قسمت موهومی z. پس این رو این محور به خاطر همین هم هست به این محور میگن چی؟ محور موهومی. خب که در اصل به نظر من باید به شکل آی ایگرگ نمایشش داد، اما در بسیاری از کتاب ها و جزوات اینجا رو می نویسن محور ایگرگ ولی این بالا می نویسن محور موهومی. خب پس
طریقه شماره گذاری این محور عمودی به این شکله. محور افق هم که همون اعداد هستن. عدد 1 رو اگر شما 1 و 0 هم بنویسین همون 1. 2 و 0 هم بنویسین این همون 2 هست. پس 0 و 1 دیگه چی؟ 0 نیست بگیم نه اون مؤلفه اولش هست. نه 0 و 1 رو اینجا ما آی نامگذاری کردیم. پس ما 0 و 1 0 و 2 0 و 3 الی آخر فرض کردیم 0 و 1 اسمش باشه آی. خب برای این دستگاه هر تعریفی که میکنیم، مثلا تعریف جمع، تعریف تفریق، تعریف ضرب، هر تعریفی که میکنیم بایستی مجموعه های زیرین خودش رو شامل باشه. یعنی چی؟ یعنی شما توی اعداد حقیقی، دستگاه اعداد حقیقی خاصیت پخشی، خاصیت شرکت پذیری ضرب داشتین، نمیدونم جابجایی، یا خاصیت یکه، مثلا هر عدد ضرب در یک بشه میشه خود اون عدد، یا خاصیت عضو خنثی. همه اینها رو باید پوشش بده. خب حالا من به اونها کاری ندارم، اون ریزکاری ها جمع و تفریق و اینا ساده است. تنها چیزی که من میخوام بهش برسم اینه. اینو من میگم، بعد اون موارد رو جلسات بعد ادامه میدیم. خب اصلی ترین مسیر حرکت ما تعریف ضرب در مجموعه اعداد مختلطه. ببینین فرض کنیم این محور، این صفحه موهومی، بس از این به بعد ما به این میگیم صفحه موهومی، صفحه مختلط، صفحه مختلط یا موهومی. این صفحه مختلطه. این محور حقیقی، محور این قسمت ریل ایکس میشه، این ایمیج ریل زد، ایمیج زد. خب نقطه مانند زد یک رو در نظر میگیریم. این زد یک، این یک عدد مختلط، اینم باشه زد دو، یه عدد مختلط دیگه. خب هنوز ما نمیدونیم که این رو به این شکل آی داریم می‌نویسیم، یا اگرم بنویسیم نمیدونیم آی چی هست، میخوایم به آی برسیم. خب فقط میدونیم که اینجا 0 و 1 رو آی نامگذاری کردیم. زد 1 رو وصل میکنین به مبدأ مختصات، زد 2 رو وصل میکنین به مبدأ مختصات. میخوایم تعریف بکنیم که زد 1 ضرب در زد 2 میشه چی؟ زد 1 ضرب در زد 2 تعریفش رو به این شکل می‌نویسیم. ببینید این رو قرارداد هست، این توافق هست، توافقی که بعداً مشکل رو حل میکنه، توافقی که بعداً میبینیم هیچ قانونی از اعداد حقیقی و مجموعهای زیرین رو نقض نمیکنه. خب زد یک، شما هر محوری مثل این رو اگر دقت بکنین یک زاویه‌ای با محور افق داره و اگر اون رو بر محور ایکس عمود بکنین، درسته دو تا مؤلفه داره برای خودش، دو تا مؤلفه ایکس و ایگرگ. این ایکس، این ایگرگ. پس ایگرگ وقتی که ما میگیم، اینجا ببین، اگر میگیم 2 روی این محور یعنی 2 آی، میگیم 3 یعنی 3 آی، 3 ضریب این آی، واحد آی هست. خب این رو نگه داریم. برای زد 2 هم یه زاویه دوم تعریف میکنیم به نام تتا 2. پس هر عدد مختلف به مبدأ وصل بشه یک زاویه با محور افق پیدا میکنه، تتا 1 تتا 2. ضرب رو ما خودمون اینطوری تعریف میکنیم. ضرب به چه شکل به دست میاد؟ ببینید یه طول داره، اینم یه طول داره. این طول رو میگیم اندازه زد 1. حالا میتونیم با مثلث قائم الزاویه با رابطه فیثاغورس به دست بیاریم. اینم یه طولی داره، بهش میگیم اندازه زد 2. خب حالا ضرب اینها به چه شکل میشه؟ ضرب اینها به چه شکل تعریف میشه؟ خب ضربشون به این صورت تعریف میشه که این طول ضرب در این طول میشه. یعنی من به این صورت می نویسم، میشه اندازه زد 1 اندازه این ضرب در اندازه این اندازه زد 2. خب زاویه ها با هم جمع میشه، تتا 1 به علاوه تتا 2. خب این یعنی چی؟ این یعنی چی؟ این به این شکل می نویسیم، میگیم پس اگر بنویسیم زد به مختصات آر و تتا، این یعنی چی؟ یکم ساده ترش بکنیم. این یعنی اینکه زد یه جایی تو این صفحه مختلط هست که زاویهش با محور افق تتا، اندازش چی هست؟ آر هست، یا فاصلهش از مبدأ آر هست. فرض کنیم این باشه پی چهارم، این باشه 1. خب این یعنی اینکه زد کجاست؟ یه زاویه پی چهارم درست میکنیم از اینجا به اندازه پی چهارم، فرض کنیم اینجا باشه. خب این آر یعنی چی؟ یعنی به اندازه یک واحد از مبدأ، یک واحد، فرض کنیم 1 سانتی متر، 1 متر، هر چی روی این محور، این زاویه چون پی چهارمه. پس اینجا هم تا اینجا چی هست؟ 1 واحد. اینجا میشه نقطه زد. خب اینم همینه. این اندازه ها رو در هم ضرب میکنیم، این زاویه رو به دست میاریم، زاویه که
به دست اومد اندازه مشخص میشه. پس این تعریف ضرب دو تا عدد مختلط هست. اگر 3 تا بشه چی؟ حالا من برای همین یه مثال بزنم. برای همین بخوایم یه مثال بزنیم، فرض کنیم که Z1 فرض کنیم Z1 این Z1 زاویهش با محور افق چقدر باشه؟ باشه پی شیشم 30 درجه. این Z2 باشه، اینم Z2 باشه. درسته؟ زاویهش چند باشه؟ پی سوم. فرض کنیم اینم باشه پی سوم. این اندازهش باشه 2، این اندازهش باشه 3. فرض میکنیم. خب حاصل ضرب Z1 ضرب در Z2 میشه چند؟ Z1 ضرب در Z2 خب میشه چند؟ زاویه ها رو با هم جمع میکنیم. یعنی 30 درجه و 60 درجه میشه چند؟ 90 درجه. یعنی چی؟ یعنی حاصل ضرب اینا روی محور عمودیه. اینجاست. خب حالا روی محور عمودیه تا کجا؟ تا کجاش چجوری دست میاد؟ 2 ضرب در 3 6 واحد. پس 90 درجه پی دوم چند واحد؟ 2 3 تا 6 تا. پس 90 درجه که اینه، پس 6 واحد میشمریم. 1 این 2 این 3 تا فرض کنیم اینجا 6 واحد. پس اینجا میشه چی؟ Z1 ضرب در Z2. حالا فرض کنیم باشه Z به توان 3. پس تعریف ضرب دو تا عدد مختلط این شد. حالا اگر 3 تا عدد مختلط باشه چی میشه؟ تموم شد دیگه. الان میخوایم نتیجه بگیریم. پس اندازه این ضرب در اندازه این ضرب در اندازه این، پس اندازه Z1 اندازه Z2 اندازه Z3 و زاویه چی میشه؟ تتا 1 به علاوه تتا 2 به علاوه تتا 3. تتا 1 تتا 2 تتا 3. پس ببینین اگر 3 تا عدد مختلط هم داشته باشیم بخوایم ضرب کنیم، 3 تا زاویه رو جمع میکنیم، اندازه ها رو در هم ضرب میکنیم، بعد اون نقطه رو پیدا میکنیم. حالا این اگر n تا باشه چی میشه؟ پس Z1 ضرب در Z2 ضرب در تا Zn. این میشه چی؟ میشه اندازه Z1 ضرب در اندازه Z2 ضرب در تا اندازه Zn و زاویه ها تتا 1 تتا 2 تا تتا n. حالا میگیم اگر همه مساوی باشن چی میشه؟ همه اگر مساوی باشن چی میشه؟ پس این ضرب میشه چی؟ میشه Z به توان n. این برابر هست با اندازه. همه اینها مساوی هن. پس اندازه Z به توان n و n تا تتا. خب این رو اینجا نگه میداریم. این رو اینجا نگه میداریم. حالا با این تعریف ضرب میخوایم برسیم به این. بسیار نزدیک شدیم. خب 0 و 1 رو من میخوام ضرب بکنم در 0 و 1. پس 0 و 1 رو من میخوام ضرب کنم در 0 و 1. 0 و 1 ضرب در 0 و 1. این چی هست؟ این همون آی ضرب در آی هست دیگه. درسته؟ آی 2. میخوام ببینم این با این قانون ضرب میشه چی؟ خب ضرب دو تا عدد مختلط به چه شکلی بود؟ دو تا زاویه ها رو جمع میکردیم، اندازه ها رو در هم ضرب میکردیم. پس 0 و 1 زاویهش با محور افق چنده؟ ببینید 0 و 1 اینجاست. زاویهش چنده با محور افق؟ 90 درجه. خب 0 و 1 زاویهش چنده؟ 90 درجه. پس ببینید این تتا 1 پی دوم، تتا 2 پی دوم. درسته؟ اندازه این چنده؟ 1 دیگه مشخصه دیگه، اندازش 1 واحده. پس 0 و 1 ضرب در 0 و 1 برابر میشه با چی؟ 1 ضرب در 1 و پی دوم به علاوه پی دوم. خب این میشه چند؟ میشه 1 و پی. این یعنی چی؟ این یعنی 0 و 1 ضرب در 0 و 1 روی نیمه منفی محور x. پی اینجاست. پی اینجاست دیگه. اینجا پیه. اینجا 0. خب به چه اندازه؟ 1 واحد. پس اگر شما 1 واحد از مبدأ حرکت کنین رو محور این، اونجا چند میشه؟ میشه منفی 1. ببینین؟ پس 0 و 1 ضرب در 0 و 1 که میشه آی 2 برابر با چند شد؟ شد منفی 1. از اینجاست که از این به بعد ما با این تعریف میگیم آی برابر است با رادیکال منفی 1. پس ما تازه رسیدیم به اینجا. حالا این که به این شکل هر عدد مختلط رو می نویسن، اینجا هم من توضیح داده بودم برای مختصات دکارتی. گفتیم اینجا اگر آ باشه x و y رو می نوشتیم x تا i y j.
شبیه همین برای اعداد مختلط هم هست. وقتی شما عدد مختلط رو به این شکل می نویسین، وقتی که این باشه یک عدد مختلط، این فرض کنین باشه یه عدد مختلط z، درسته؟ خب اینو وصل میکنین به مبدأ. خب در اصل این x، در اصل گفتیم اگر اینو وصل بکنین همون y هست. یعنی این عملا چی هست؟ عملا y هست. ما y می نویسیم منظورمون y x هم که اگر بخوایم به صورت جبری بنویسیم، برداری بنویسیم، این x هست. آیش چند؟ اینجا یکه، یعنی x تا یک واحد. خب اگر بخوایم آدرس بدیم، این z برابر میشه با x ضرب در 1 به علاوه y ضرب در i. ببینین اینجا واحدش i هست دیگه، اینجا i، ببین هر واحد هر تیکش i هست. منتها ضریبش 1i، 2i، 3i. پس اگر ما بخوایم مثل اون مختصات دکارتی اینو بنویسیم، میگیم x ضرب در 1 به علاوه y ضرب در i. پس اعداد مختلط رو به صورت x به علاوه i ضرب در y ما نشون میدیم. خب پس اعداد مختلط تعریفش میشه چی؟ اعداد مختلط میشه x به علاوه i y هایی که این x و y اعداد حقیقی هستن و i هم هست رادیکال منفی 1. پس محورهای عمودی رو ما به صورت 0 و 1، 0 و 2، 0 و 3 نشون میدیم. i چند هست؟ i همون 0 و 1. اینجور نامگذاری کردیم، بعد ضرب رو اومدیم تعریف کردیم، قرارداد کردیم، توافق کردیم به این شکل. این ضرب هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه. یعنی شما الان 2 ضرب در 3 رو هم با این قانون میتونین انجام بدین. ببینین 2 ضرب در 3 ما فرض کنیم خب اعداد حقیقی الان میشن زیر مجموعه اعداد مختلط. پس ما الان ضرب اعداد حقیقی، جمع اعداد حقیقی رو هم بایستی بتونیم با این قانون به دست بیاریم. درست شد؟ خب 2 ضرب در 3، 2 هم الان یه عدد مختلطه. 2 خودش چی هست الان؟ 2 میشه 2 به علاوه 0 تا i. درسته؟ 3 میشه چی؟ 3 میشه 3 به علاوه 0 تا i. پس ببینین، پس 2 و 3 هم زیر مجموعه اعداد مختلط هستن. حالا میخوایم ببینیم 2 ضرب در 3 رو میتونیم با این قانون به دست بیاریم یا نه، یعنی همون 6 میشه یا نه. خب ببینیم چه اتفاقی میفته. 2 کجاست؟ 2 اینجا. زاویهش با محور افق چنده؟ 0. 3 کجاست؟ 3 اینجاست. زاویهش با محور افق 0. پس زاویه به علاوه زاویه، پس میشه چی؟ 0 به علاوه 0. اندازه 2 چنده؟ 2. اندازه 3 3 میشه 6. خب 6 و زاویه 0 درجه میشه همون 6 که قبلا ما به دست می آوردیم. پس 2 ضرب در 3 با این قانون هم میشه همون 6. این یه مثال کوچیک بود که ما گفتیم. بنابراین این تعریف کاملا قابل قبول، آزمایش شد، هیچ نقصی نداره. تازه این تکمیل هم میشه، بعدا میشه توابع مختلط. یعنی شما این اعداد مختلط رو اگه نخواهید درکش بکنید و ببینید که واقعا آیا از کجا اومد، چرا اینجوری نوشته میشه، چرا اونجاست و از کجا اومدن اینها. چون خیلی از دانشجوها رو من میبینم که خب مثلا z به توان n رو این رو نمیتونن حفظ بکنن، این z به توان n رو نمیتونن حفظ بکنن. ولی خب وقتی شما میگین که بابا قانون z به توان n یه z ضرب در z، خب ضرب چجوریه؟ اندازه رو ضرب میکنیم، زاویه ها رو جمع میکنیم. خب مساوی که باشن n تا زاویه رو جمع کنیم میشه n تا تتا، اندازه به توان n. خب میمونه یک نکته دیگه. خب حالا ما تا اینجا رسیدیم، یعنی ما تا اینجا فقط این صورت یک عدد مختلط، صورت دستگاه اعداد مختلط رو توضیح دادیم. اما طرز نوشتن اعداد مختلط رو هم من یه مقدار میگم که این برای جلسه اول کفایت میکنه. خب فرض کنید که این صفحه مختلط این باشه یک صفحه مختلط، درسته؟ این یه عدد مختلط. خب همونطور که گفتیم اینو وصل کنین به مبدأ. حالا فرض کنیم این وصل شد به مبدأ، اینو هم عمود کنین بر محور x تا مختصات به دست بیاد. این هم فرض کنیم چی باشه؟ x باشه. این هم فرض کنیم y باشه. پس وقتی که میگیم y منظورمون y هست. خب این اندازه رو در این مثلث قائم الزاویه ببین شبیه همون مختصات دکارتیه که این خط اینجا چون زاویه 90 درجه هست این مثلث قائم الزاویه هست.
در مثلث قائم الزاویه ما یک رابطه معروف داشتیم به نام رابطه فیثاغورس. خب این زاویه رو فرض کنیم باشه تتا. اینجا رو میگفتیم وتر مثلث قائم الزاویه. حالا ما این فاصله رو میگیم اندازه z. اندازه z. خب رابطه فیثاغورس چی میگفت؟ رابطه فیثاغورس میگفت اندازه z یعنی وتر به توان 2 برابر است با x به توان 2 مجموع مربعات اضلاع زاویه قائمه، که حالا میتونیم اینو بنویسیم اندازه z برابر است با رادیکال x2 به علاوه y2. خب این بذارین اینجا باشه. پس اندازه یک عدد مختلط مثلا فرض کنین که z باشه 1 به علاوه i. خب اندازه z میشه چی؟ میشه رادیکال 1 به توان 2 1 به توان 2 میشه رادیکال 2. ببینین 1 به علاوه i یعنی چی؟ یعنی اینجا 1 دیگه y i هست، یعنی به این شکل، یعنی یه مثلثی میشه که اینجاش 1 اینم 1. خب این چند میشه؟ این وتر اندازه z اگه باشه وتر به توان 2 درسته میشه 1 به توان 2 1 به توان 2 که وتر میشه رادیکال 2. پس z مساوی 1 به علاوه 1 i اندازه z میشه این فرمول اندازه z بذارین اینجا باشه. خب اما نکته دیگه که حالا این بحثی که من دارم میکنم میگن مختصات قطبی یه عدد مختلط. ببینین این وتر ضرب در کوسینوس تتا، اندازه z ضرب در کوسینوس تتا برابر هست با چی؟ x. به عبارتی میگن تصویر این ضلع روی این محور افق اینقدر دیگه. این تصویر یعنی شما اگه از اینجا نور بتابونین اینو میگن تصویر این. پس این ضرب در کوسینوس میشه. یا به این شکل میتونین عمل بکنین، بگین که کوسینوس تتا برابر هست با ضلع مجاور به وتر. ضلع مجاور چیه اینجا؟ x تقسیم بر وتر اندازه z. طرفین وسطین بکنین میشه بالایی. پس یا اینطوری اما اول مینویسین یا میگین کوسینوس تتا میشه این. خب حالا سینوس تتا رو بنویسیم میشه چی؟ سینوس تتا میشه ضلع مقابل به وتر میشه y تقسیم بر اندازه z. باز طرفین وسطین بکنین اندازه z ضرب در سینوس تتا برابر است با y. درست شد؟ خب حالا z رو ما گفتیم به اون شکل می نویسیم دیگه، اونجا توضیح دادیم مثل مختصات دکارتی x i به علاوه y j گفتیم اینجا x به علاوه i y میشه. فرض کنیم که z برابر بشه با x به علاوه i y، در این صورت z مساوی به جای x چی می نویسیم؟ اندازه z کوسینوس تتا. اندازه z کوسینوس تتا به علاوه این i به جای y چی می نویسیم؟ اندازه z سینوس تتا. اندازه z سینوس تتا. پس برابر میشه با از یک اندازه z فاکتور که بگیریم میشه کوسینوس تتا به علاوه i سینوس تتا. پس از این به بعد z رو یه عدد مختلط رو به دو شکل نشون میدیم. حالت جبریش x به علاوه i y. حالت قطبی خواستیم بنویسیم به جای x چی می‌نویسیم؟ به جای x اندازه z کوسینوس تتا. به جای y اندازه z سینوس تتا. جایگذاری بکنیم به این شکل میشه تتا آی سینوس تتا. من یه چیزی میخوام بگم که اولا ما وقتی اون مسیر رو رفتیم ضرب و تعریف کردیم گفته بودیم که z به توان n میشه چی؟ اندازه z به توان n میرسه، تتا هم n بار در خودش ضرب میشه. خیلی ساده هم بود. دو تا رو که یاد گرفتین وقتی n تا بشه به این شکل میشه. الان اینجا ما جلسات آینده وقتی میایم یه فرمول معرفی میکنیم، من تو جلسات کلاسی میبینم دیگه بسیار مشکل ما داریم تا دانشجو z به توان n رو فرمولش رو حفظ بکنه. خب با اونجا چی گفتیم؟ گفتیم z به توان n اندازه z به توان n میرسه. خب این به توان n میرسه پس میشه اندازه z به توان n. درسته؟ تتا هم به جاش میذاریم n تا تتا. پس هر جا تتا داریم به جاش میذاریم n تا تتا. کوسینوس n تا تتا به علاوه i سینوس n تا تتا. ببینین الان دیگه ما این رو به چشم یک فرمول نگاه نمی کنیم. این یک ضربه. خب این فرمول ضرب دو تا عدد مختلطه. نیازی هم نداریم ما خیلی حفظش بکنیم. شما ضرب و بلد باشین z1 ضرب در z2 این ضرب در این دو تا زاویه جمع میشن. 3 تا باشن 3 تا زاویه جمع میشن اندازه ها ضرب میشه. n تا باشن
n تا اندازه در هم ضرب میشن، مساوی که باشن اندازه ها به توان n و n تا تتا هم جمع میشن. این z به توان n. خب این رو وقتی یاد گرفتید این دیگه به اون شکل خودشو به عنوان فرمول تو سرتون نمیزنه. پس من یک بار دیگه اینجا رو میگم. z برابر شد با اندازه z در کوسینوس تتا به علاوه آی سینوس تتا. این رو بعضی جاها به صورت c یعنی کوسینوس تتا آی اس تتا هم می نویسن و به این تتا هم ما آرگومان z جلوتر میگیم، آرگومان z هم بهش میگیم که اینا میشه برای جلسات آینده تمرین حل میکنیم، مثال حل میکنیم، توضیح میدیم. پس سی آی اس تتا وقتی میگن یعنی کوسینوس تتا به علاوه آی سینوس تتا. خب پس z مساوی اندازه z سی آی اس تتا شد. z به توان n میشه چی؟ از همون حالت ضرب. z به توان n یعنی n بار اندازه z باید در خودش ضرب بشه. n بار در خودش باید ضرب بشه و تتا ها n بار با هم جمع بشن. تتا ها مساوی ان دیگه. n تا تتا جمع بشه میشه n تتا. پس تتا میشه چی؟ n تا تتا. تتا میشه چی؟ n تا تتا. تموم شد. تو فرمول فقط جایگذاری میکنیم. حالا به توان یک انوم فقط باشه من جلسه بعد توضیح میدم. اینم مثل توان، فرقی نمیکنه. میشه اندازه z به توان یک انوم. اینجا هم کوسینوسه. اینجا میگفتیم n تا تتا، اینجا میگیم یک انوم تتا. فقط یه فرقی داره که جوابهای خارجی وارد میشه. یه به علاوه دو کاپیه که من فلسفه شو جلسه آینده میگم. دو کاپی به علاوه تتا انوم. جلسه بعد اعداد مختلف رو ادامه میدیم.